چشم سوم واقعا وجود داره؟ راز غده پنهان مغز که آگاهی رو بیدار میکنه چیه؟ سلام دوستان عزیزم، به کانال جذب آرامش و ثروت خوش اومدین. اگر بهت بگم داخل مغزت یه غده کوچیک هست که بعضیا میگن دروازه آگاهی و اگر فعال بشه شهود چند برابر میشه، باور میکنی؟ اما یه هشدار مهم هم داره. امروز هم علمی بررسیش میکنیم و هم معنوی. چیزی که به عنوان چشم سوم شناخته میشه در واقع در سنت‌های هند به نام چاکرای ششم معروف شده، یعنی همون چاکرای آجنا. اما از نظر علمی بیشتر به غده‌ای در مرکز مغز مرتبطش میکنن به نام غده پینئال یا غده صنوبری. این غده مسئول ترشح ملاتونینه که خواب و ریتم شبانه روزی رو تنظیم میکنه. پس آیا واقعاً ماوراییه؟ علم هنوز چیزی رو تایید نکرده، اما اینجا ماجرا جالب میشه. در متون یوگا گفته میشه وقتی چاکرای آجنا فعال بشه شهود قوی تر میشه، خوابها واضح تر میشن، درک انرژی آدم ها عمیق تر میشه و حتی بعضیا نور نیلی میبینن. اما مهمه بدونی فعالسازی به معنی دیدن معجزه ناگهانی نیست، بلکه یعنی افزایش آگاهی. اما اینجا یه اشتباه بزرگ هست. بعضیا بیش از حد روی این نقطه تمرکز میکنن و نتیجهش میشه سردرد، اضطراب، بیخوابی و حتی گسست از واقعیت. پس اگر قرار باشه این مسیر رو بری، باید متعادل باشی. حالا امن‌ترین روش‌ها برای تقویت آگاهی چشم سوم چیه؟ یک مدیتیشن، تمرکز ملایم روی بین دو ابرو به مدت 5 تا 10 دقیقه. دوم، تکرار مانترای اوم با ارتعاش عمیق. سوم، تنفس متناوب، دم از بینی و بازدم از دهان، به طوری که زمان بازدم از واژه اوم استفاده بشه. خواب منظم و کاهش نور، به خصوص نور آبی در شب. راز اصلی اینه که چشم سوم با سکوت فعال میشه، نه با زور. شاید چشم سوم یک عضو جادویی نباشه، اما میتونه نماد بیداری درونی باشه. وقتی آگاه تر میشی، تصمیم ها دقیق تر میشه و زندگیت هوشمندانه تر جلو میره و شاید این همون بیداری واقعی باشه. در ویدئوی بعدی یک مدیتیشن برای بیداری چشم سوم آماده کردم. برای اینکه از زمان پخش آگاه باشی، لطفاً سابسکرایب کن و زنگوله رو روشن کن که پیامش برات ارسال بشه.